سلام شما دوستان عزیز. امروز اومدیم با مود انواع TNT های جدید برای ماینکرافت موبایل. این مود رو میتونید از طریق کانال بله ما و روبیکای ما دانلود کنید. لینک کانال بله و روبیکای ما در لینک توضیحات ویدیو هست. پس بریم سراغ ویدیو. بعد اینکه مود رو دانلود کردید بیایید تو ماینکرافت و مپ بسازید. دوستان از طریق اینجا میتونید مودا رو بیارید داخل مپ. اینجا این مودی که آرم کریپر روش زده رو میزنید و اینجا باید اینو بیارید و این دکمه هایی که میزنم حتما فعال کنید و یعنی مود به درستی کار نمیکنه. خب دوستان بعدم مپ رو میسازید. دوستان مپ رو ساختم. حالا TNT ها در این بخش که یه آرم تخت روش زده میاید. TNT ها این هست. این TNT ها رو بر میدارید. با TNT اصلی هم من بر میدارم. این آتیش هم بردارید. بریم سراغ TNT ها ببینیم چطور. TNT اول آتیشش بزنیم. یه چند دقیقه باید وایسید تا TNT بترکه. بترک دیگه. دوستان به اینجور ترکید زیادم نترکید. حالا اینو بعدی اینطوری به شکل پوله اینو همینقدر ترکیدی. خود TNT اصلی ماینکرافت رو بزنیم از این بهتره. این بعدیه. همشونو باید یکم وایسید تا بترکید. یا خدا چقدر ترکید. دوستان TNT بعدی هم اینه. فکر کنم همون بود اشتباهی زدم. همون اینو باید بزنم. فکر کنم این بترکه زیاد. نه اونقدر نترکید. این TNT اصلی خود بازی. خب دوستان ممنونم تشکر این ویدیو. تا ویدیو بعدی خداحافظ. دوستان پس این مود اگه خواستید دانلود کنید از طریق روبیکای ما یا بله ما دانلود کنید. زیر همین تو لینک توضیحات لینک کانال بله و روبیکامون رو گذاشتم. ممنون بابت تماشای این ویدیو.